میکنم. سلام عشق. دادم تازه از خواب بیدار. سلام بچه ها، امیدوارم کارتون خوب باشه. نه من نمیخوام بچه الان ساعت 11:30 شب. دختر اینجوری میگه که چیزی لازم نداریم، بعد ما میگیم نه، بعد میگه خب میدونم لازم نداره، ولی ساعت 11:30 شب دیگه گورتون رو گم کن. اون 11 اومدی همه قیمت هم مونده 10:40 دقیقه اکسپرسو بخوریم. اکسپرسو خیلی خوبه بچه ها. نه اوکی شوخی کردم. آره دیگه لایک و سابسکرایب کنید و خداحافظ. عزیزم احمد، من که عاشق تو بودم، زبون نفهم یادم نمیاد. سلام بچه ها، امیدوارم کارتون خوب باشه. امروز دارم میرم سمت کارهای اداری اقامتم و تمدید ویزا و اینا و باید برم آزمایش خون بدم برای همون فیتنس چکه دیگه. بعد از اینکه کارم اونجا تموم شد میریم سمت باشگاه. یه تمرین احتمالاً بالاتنه یا هم کمر به پایین مثل باسن و اینا، حالا نمیدونم، ببینم که بسته به شرایط باشگاه چه جوریه. همین بچه‌م حالا احتمالاً با شهناز برم بیرون، یعنی بعد از باشگاه برنامه خاصی ندارم. چون فردا شیفت صبحم و دوست دارم که خیلی سر حال از خواب بیدار شم و برم سر کار، چون یه هفته صبحم یه هفته ظهرم بعد رو خوابم تاثیر میذاره، مخصوصا یک شنبه ها رو، یعنی چه جوری میگذرونم که اول هفته خیلی خوبی داشته باشم. ولی موقعی که شیفت عصرم اون موقع دیگه خیالم راحته، چون خوابم به اندازه کافی مثلا 8 ساعت کامل بوده دیگه، سر حال میرم سر کار. ولی شیفت صبح چون یک شنبهش خب تنها روز تعطیلمه، اینجوری هم که نه اونقدر خودتو خسته نکن. سعی کن مثلا آخر هفته‌ای که فردا شیفت عصری رو بری خوش بگذرونی، یا حالا مثلا خواستی گیرون باشی اون روز راحت باش. بله اینم از زندگی ادالت لایف. سیبی نمیخوره. و یه آپدیت آب و هوایی بهتون بدم که مثل سگ گرم شده، واقعا گرم شده، یعنی دیگه خداحافظ زمستونی در کار نبود، ولی خب و دارم آماده میشم واسه هوای گرم دیگه. یعنی تنها چیز رو مخ دبی همین هواشه، وگرنه دیگه همه چیز رو به خدا شد. و اصلا کامپلین هم نیست، یعنی اصلا نمیگم که دارم، یعنی قر نمیزنم، یه چیزی که دیگه همراه دبی هستش. میخوای باش، نمیخوای برو خونت. عجیقی گرم. واسه ما جنوبی ها اوکی، چون ما دیگه بالاخره تو این هوا بزرگ شدیم مثلا. ولی واسه شماهایی که با هوای سرد بودین یه کوچولو راستش سخته. یعنی بنده خدا مسافره که میاد داخل آفیس اینجوریه که بعد اینجوریه که it's okay، اولشه، چیزی نیست، این تازه اولشه. این ما همه چیزم با هم بود، تمدید اقامت، ویزا، بعد بیمه ماشین، بعد تمدید ملکیه ماشین، همه چی پشت سر هم قشنگ. ولی خب خدا رو به خیر گذاشت.
تازه اون جریمه هم که میگفتم اونم باید پرداخت میکردم که بتونم مثلا ملک ماشین تو تمدید کنی. یه سری چیز داره دیگه، باید پرداختیای هر چی جریمه داری رو انجام بده که بعد بتونی ماشین تو تمدید کنی ملکیتشو. یعنی به ایرانی نمیدونم چی میشه ملکیه. کارت شناسایی میگن موقعی که پلیس میاد اینجوری در میزنه میگه کارت تو بده، مدارک تو بده. یکی از همون مدارک. من واقعا فارسیم ضعیفه بچه‌ها، یعنی اصلا نمیتونم از کلمات فارسی به درستی سر جای خودشون استفاده کنم. اینجوری هم نمیگم که وای من فارسی بلد نیستم و نه، واقعا مثلا یه چیزی که رو مخ خودم هم هست، دوست دارم واقعا از کلمات قشنگ فارسی استفاده کنم، اما باید روش کار بشه دیگه. منم اینو بذارم که دارم گم میشم. And how much is this? 8? تا حالا این تایم نیومده بودم جیم نیشن، تقریبا شلوغه، تقریبا آره، یعنی اونجوری هم شلوغ نیست ولی خب بهتر از تایمای شبشه. Let's go. به خدا میدونستم یه گربه از اینجا رد میشه، واسه همین سریع سوار ماشین شدم. بله، من یک دختر 25 ساله ترسوی گربه ترسو هستم و به کسی ربطی ندارم. بچه آقا چقدر یک شنبه روز خوبیه، خلوت، راحت، تمرین تو انجام میدی، کسی مزاحمت نیست، تو نوبت وای نمیستی. بعد من چند روز پیش رفتم شعبه الزاهیه توی شارجه با امینه و چون فقط برای خانوماست اونم باز همینجوری مثلا خلوته دیگه، واقعا دیگه خلوته دیگه. ولی اینجا چون میکسه مطمئنم فردا که دوشنبه است یعنی اینجوری قلقله است، بعد همه بعد از تایم کاری میان دیگه واسه تمرین. ولی یک شنبه خب بیشتر موقع روز استراحت خیلی است. حالا یکی مثل ما از این روزا استفاده میکنه، یعنی من اینجوری بودم که نه این یک شنبه رو برم بهترین فرصته. هرچند که این دوشنبه چون شیفت صبحم و زومبا هم دارم، احتمالاً قبل زومبا یه تمرین با سبک انجام بدم که بعد برم زومبا، یا مثلا تمرینی انجام ندادم و مستقیم برم زومبا، چون نمیخوام زیاد برم فشار بیارم، اینجوری بدنم مثلا کوفته تر میشه و درست هم نیست اصلا. قاعدتا دو تا تمرین آخه مثل حالت اروبیک میمونه زومبا، یک زیر شاخه اروبیکه، بعد بخوای تمرین جدا هم انجام بدی دیگه قشنگ نیست. ولی برنامه بعد از باشگاهم هم اینجوری هم، یعنی داشتم فکر میکردم که چیکار کنم چیکار نکنم. من این نتیجه رسیدم که برم خونه، نهارمو بخورم، دوش بگیرم، برای فردا آماده شم، لباسای سر کارم و اینا همه رو آماده کنم و بشینم نتفلیکس رو نگاه کنم، یه سریال جدید نگاه کنم. ولی نمیخوام برم بیرون، میخوام توی خونه باشم و ریلکس کنم. یعنی دیگه هرچی داره سنم میره بالاتر خونه نشین تر دارم میشم، در صورتی که مثلا یادم 21-22 سالگی اینجوری بودم، موقعی که توی بندر بارون میومد من میخوام برم بیرون، من میخوام برم زیر بارون قدم بزنم، برم کافه. البته تا الان هم اینجوری هم روزای بارونی، ولی روزای تابستونی نه، مثلا بازم ذوق و شور و شوقشو داشتم برم بیرون. ولی الان دیگه نه، الان دیگه یه جوری هم که فقط استراحت فقط استراحت. خب از کجا باید برم؟ من فکر کنم دارم گم میشم.
چیه؟ وادی الصفا؟ نه اون نیست مستقیم. وای تو دبی خدا نکنه یه چیزی رو اشتباه بریم، یه ورودی رو اشتباه بریم دیگه تموم، یه کار تموم. ببخشید یه خروجی رو اشتباه بریم، واقعا سر از خونه خدا در میاری، سر از سعودی در میاری، سر از عمان در میاری. البته این اصطلاحه ها، اصطلاحش واقعا هم درسته، یعنی اینجوریه که استعاره از اینه که انقدر راحت و طولانی میکنه که دیگه برگشتت با خداست. واقعا راه برگشتت دیگه خیلی طولانی تر میشه. ولی تازگی ها خب جاده ها رو خیلی بهتر کردن، پلای زیادی ساختن، یعنی راه برگشت رو آسون تر کردن. سرتون رو در نمیارم، پر حرفی هم نمی کنم. البته من چون توی بلاگام زیاد حرف نمیزنم، به خودم این اجازه رو الانا میدم که مثلا دیگه بشین حرف بزن، راجع به چیز خوبی حرف بزن، یه چیزی که به درد مخاطبینت بخوره، الکی چرت و پرت نگی و اینا. همین. مرسی که نگاه میکنید و وقت بذارید. بعداً میبینمتون. من چند روز پیش یه کیفی خریدم که هم برنده و همین که با حقوق و زحمت‌های خودمه و خیلی براش ذوق دارم و اصلا نمیتونم چش از روش بردارم. چیزی نیست جز این عضو کوچیک کمد لباسی من. خیلی دوستش دارم. خیلی حس خوبیه وقتی که با حقوق خودت از خودت چیزی درست درمون میگیری و قراره که تا سالیان سال داشته باشی و از مغازه اومده به خونه تو انگار اومده خونه اصلیش. از برند گز خریدم و از این کیفاییه که دیگه همه روزه میشه هر جایی پوشید و خلاصه حسابی هم چند ساعتی باهاش رقصیدم بعد گذاشتمش کنار. همین گفتم بهتون نشون بدم که این کیف باز خودم خریدم. خیلی دوست دارم بابا، خیلی دوست دارم. Which, by the way, what? بیا تو برو. سلام بچه‌ها، صبح دوشنبهتون بخیر باشه. من اول هفتم و خدا شکر با انرژی خیلی خوبی شروع کردم. فکر نمی‌کردم پر انرژی باشم ولی به خاطر شب قبلش چون زود خوابیدم، خوب خوابیدم، به خاطر همینه که احتمالاً الان انرژی دارم. کلا میگم شیفت صبحایی کوچولو اینجوری هم که سختمه، کوچولو سختمه چون هفته پیشش ظهر بوده. بگذریم از این صحبت ها. برای صبحونه دارم میرم کافتریا و املت پراته میخوام سفارش بدم به علاوه یه چای کرک. اگه چای کرک سفارش ندارم میرم یعنی صبر میکنم تا برسم توی آفیس و اونجا قهوه‌مو بخورم. وقتی قهوه میخورم توی آفیس یادم مثلا بابا منو میبرد شرکت‌های خودش سر کار خودش و تا تایم بریکش میره واسه خودش قهوه درست میکرد، چای کرک درست میکرد. و اون صحنه ها رو چون با هم بودیم و چون یادمه خودم الان توی این آفیس ها هستم اینجوری هم که وای یادش بخیر و مثلا این تایم واسه خودش قهوه درست میکرد و همیشه هم کندوره میپوشید. یعنی تا وقتی که این 60 و اندی سالی که توی دبی بود به دنیا آمده بود من ندیدم بابا به جز کندوره لباس دیگه پوشیده باشه. خیلی کم پیش میومد، یعنی فقط واسه فرودگاه مثلا کت و شلوار میپوشید. حتی بندرم میرسید خیلی از موقع همون کت و شلوار رو میذاشت کنار ولی میرفت سراغ کندورش و مثلا میگفت ما تو رو خود عربی یاد بگیریم دیگه، شما اینجا به دنیا آمدید. گفتم حالا بس سعیمو میکنم ولی همون انگلیسی فارسی بهتر. بابا بنده خدا چون مدرسه هم نرفته بود تا کلاس 5 بیشتر سواد از لحاظ مدرسه میگن، از لحاظ چی میگن کلمه رو یادم نمیاد،
تا کلاس 5 بود، ولی سوادش از منی که مدرسه رفته بودم بیشتر بود. یعنی من حتی 2 به علاوه 2 رو با ماشین حساب انجام میدم، یعنی فقط میخوام مطمئن شم که 4 میشه، یه وقت 5 نشه. ولی با اون مثلا تو همون خلوش بزرگ شدنه عربی یاد گرفت، هندی یاد گرفت، فارسیش چون بندری صحبت میکرد فارسیش خوب شده بود، زبان انگلیسیش خوب شده بود. کلا توی محیط که باشید دیگه رو تاثیر میذاره. همین دیگه. نمیدونم چرا صبح یاد بابا میافتم خیلی زیاد، جاش خیلی خالیه، خیلی هم دوستش دارم، بابای مهربونم و همین. دوشنبهتون بخیر باشه. بعداً میبینمتون. خدافظ. بعداً میبینمتون یعنی چند دقیقه دیگه داریم مثلا املت پراته می‌زنیم و من همینجام، نگران نباشید. خب من برم تا این یهو علامت فول استوریج رو داده.